السلام علیکم خانم بنفشه. نوروزتون مبارک شود. نوروز خوبی داشته باشید. شما هم مبارک. تشکر. عید شما هم مبارک. تماشابینان ارجمند برنامه نوروز آزادی، من حالا در مهمانی خانم خیلی زیبای ایرانی هستم، بنفشه رمضانی. آن کس ما رو دعوت کردن تا که با بهترین سنت نوروزی خانه هفت‌سین و هفت‌شین خود ما را شناس کنند. تشکر برای دعوتتان. من واقعا هم خودم شخصا به طاهر هم این را میگویم که در استودیو منتظر من است. من خودم هم بار اول در جشن نوروز یک خانواده ایرانی هستم و برای من شخصا خیلی جالب است ببینم که میزی دسترخوان ایرانی شما از چی عبارت است. ما سفره نوروز خودمون اول از همه آینه و قرآن میبریم، یعنی کتاب مقدسمون. برای من که مسلمان هستم قرآن میذارم. برای دوستانی که زرتشتی هستن، البته زرتشتیان به این شکل نداشتن، ولی اونایی که حالا آینه پاس میدارن الان کتاب مقدس خودشونو میذارن. اگر دوستان ارامنه یا یهودی هم این آیین رو بخوام پاس بدارن با کتاب مقدس خودشون این در ایران همینطور است. بله. ولی مهمتر از همه اینا کتاب حافظ ما هستش که کنار کتاب قرآن ما میادش و حالا بعد فول حافظ میگیریم. آب میذاریم به نماد روشنایی. توی آبم معمولا چند برگ گل میندازن، شمع میذارن و شمع رو روشن میکنن. نماد پاکی و روشنایی هستش. ما 7 سین داریم. در این 7 سین چیزهایی رو استفاده میکنن که منشأ گیاهی و زمین داره و روی سفره میذارن. هم منشأ گیاهی داره، هم خوراکی هستش، هم خواص بهداشتی داره و پزشکی داره. اسمشون رو بگویید. چیزایی که میذاریم یکیش سنجده. بله، سنجد که خاصیت پزشکی داره. بله. سنجد برای سلامتی خوبه. سماق میذاریم که هم برای چشم بده هم برای سلامتی باز خوب هستش. بعد از این 7 سین اگه اجازه بدین من جامو تغییر بدم. سمنو هستش که برای شیرینی گذاشته میشه، شیرین بودن کام شما تا آخر سال سر سفره میاد. سرکه هستش که به مفهوم این هستش که شما برای به دست آوردن هر چیز خوبی باید زمانی رو براش صبر بکنی. بعد سیر میذارن که باز منشأ سلامتی داره. سنبل و سبزه یکی از مهمترین قسمت ها هست، حتما میاد روی سفره ما. سیب میذارن که بازم برای سلامتی. سکه میذارن برای روزی، معمولا هم جلوی آینه یا کنار آب میذارنش که روزی رو زیاد بکنه و برکت به زندگی بیادش. بعد دیگه کنار شمع میذارن، ماهی میذارن. سنبلم که خدمتون گفتم برای گل میچینن، گلارایی میکنن. ماهی به کدام معناست؟ زمان تحویل سال این حیوان متوجه این تغییر حال زمین میشه و در جای خودش ثابت وای میسته. حالا درست یا غلطش پای اونا. جالبه. ولی هم به معنای زندگی هم هستش، هم یه جور روشنی و برکت هم هستش چون آب داره. تشکر. خیلی زیبا هستین. میز شما خیلی زیبا است. و گلای بهاری میذاریم دیگه. گلای بهاری لاله هستش و سنبل هست، حتما باید داشته باشیم به مفهوم شکوفایی و روشنی. من حالا از شما بنفشه عزیز خواهش میکنم برای مردم تاجیکستان یک فول حافظ بگیریم. بله، خواهش میکنم. میشود؟ بله، نیت کنم همه دوستان. خب تماشابینان ارجمند، شما در پشت نوار نیت کنید. من از اینجا یک نیت خوب میکنم. شد تمام. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد. عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد. چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد. گرز مسجد به خرابات شدم خورده مگیر، مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی، مایه نقد بقا را که زمان خواهد شد. ماه شعبان منه از دست قدح کین خورشید، از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت، که به باغ آمد از این ره برزان در خواهد شد. مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود،
چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد. حافظ از بحر تو آمد سوی اقلیم وجود، قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد. تشکر. هر کس باید به طور خودش قبول کند، اما من خیلی خوب قبول کردم گفته های حافظه. فکر میکنم باید سال خیلی خوبه باشد برای مردم تاجیکستان، برای تماشابینان این برنامه نوروزی ما، برای خاندان شما. بنفشه عزیز بار دیگر تشکر که ما رو دعوت کردید. من آرزوی سال خوبی و پربرکتی رو برای همه دوستان دارم در تاجیکستان و در اینجا که در خدمت شما بودیم. تشکر زیاد به شما. تماشابینان ارجمند، این کس رو در خاطر بگیرید، شاید که سال آینده هم ما مهمان این کس شویم. انشالله در خدمت هستیم. ما عاشقی نوروزه با یار دل افروزه.